در تالار کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاشخوجه اسیری ولایتی سوخت دوره ولایتی آزمون جمهوری مصنوی خانه برگزار گردید که در آن غالبان دوره دوم از 18 شهر و نواحی ولایت فعالانه شرکت نمودند. آزمون از روی یک نومیناسیون قرائت و شرح دادن حکایه‌های منظومی و بیت‌ها از مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی گذرانیده می شود. اشتراکچیان در 4 گروه: خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، اسپیرانتان، عنوانجویان، نامزدان علم و دکترانت‌های مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و مؤسسه‌های علمی، همچنین کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون می‌توانند دانش خود را در شناخت و تشویق آثار جلال‌الدین بلخی بین هم سنجند. مولانا جلال‌الدین بلخی واقعاً یکی از سرمسئول‌ترین ادیبان تاجیک است که با میراث ادبی خود جهانیان را در حیرت گذاشته است. اثرهای آفریده او دیوان شمس، مجالس صعبه، مکتوبات، فیهم و فیهی، مثنوی معنوی می باشد که کس را به دنیای معرفت و ذکاوت وارد می کنند. مولانا محض با مثنوی معنوی در ادبیات و فرهنگ گذشته ما نقشی با سزای گذاشت. تاثیر آن به ادبیات دنیا نظررس است. به نوشتن اثر سال 1225 شروع نموده در طول 10 سال آن را ایجاد کرد. اثر از نگاه استخوان‌بندی به 6 دفتر قسمت شده است و این 6 دفتر به هم از نگاه موضوع پیوند یا علاقمند نیستند. در دوره ولایتی آزمون جمهوری مصنوی خانه اشتراکچیان از داستان‌های اثر بیت‌های زیاد را موافق شرط‌های نظامنامه آزمون قرائت نمودند. هیئت حکمان برگزاری آزمون را تحلیل کرده از روی معیارهای معین گردیده طبق نظامنامه آزمون برآمد هر اشتراکچی را بهاگذاری نمودند. ما کوشش کرده ایستادیم که قوه حافظه اشتراکچیان را سنجیم و کوشش کرده ایستادیم که برابر اذیت کردن درک مطلب های مولانا که این کار ساده نیست، نه در شکل لغت مثلا شعر میگویند و لغت میگویند، نه، ما معنی حکایت ها، معنی پارچه هایی که از مثنوی حفظ کردن اساسا همین سوال جواب میکنیم که داوطلب یعنی اشتراکچی تا کدام اندازه مطلب مولانا را درک میکند، تا کدام اندازه با جهان معنوی مولانا آشنایی دارد و این یعنی از اذیت کردن طور اتوماتیک خیلی فرق دارد. در نتیجه غالبان مقام یکم، دوم و سیوم در 4 گروه معین گشتند. خردترین اشتراکچی مهرانگیز بدلوه از شهر خوجند با از خود کردن 150 بیت از مثنوی معنوی در گروه یکم جای اول را صاحب گردید. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بورچاه در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دید. من مثنوی معنوی مولوی را زیاد کردم و امروز در آزمون اشتراک میکنم. همچنین عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در سیاست او. این حکایه را نیز زیاد کردم. غالب دیگر بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی مگسترانت سال یکم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابجان غفورов محمد رجبزاده صبرینه می باشد. مولانا جلال‌الدین بلخی با آفریدن اثر بی‌زوال خود مثنوی معنوی در ادبیات ما سهم خیلی بی اندازه دارد. امروز باعث افتخار است که با دستگیری های جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چنین آزمون ها راه اندازی می گردد و ما جوانان عموما تمام قشر جامعه در آن اشتراک می نماییم، دانش و ملکه خود را می سنجیم و این 5 بزرگان را برای خود همچون شاه بیت انتخاب می نماییم. در مجموع از 150 نفر اشتراکچی 12 نفر مقام‌های یکم، دوم، سوم را صاحب گشته به دور نهایی آزمون را خط گرفتند. همچنین 7 نفر اشتراکچی فعال به گرفتن سپاسنامه پیشنهاد گردیدند. دوره جمهوری آزمون سنه سیوم در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان برگزار کرده می شود. باعث ذکر است که مقصد از برگزاری آزمون ارجگذاری به شاعر و متفکر برجسته تاجیک مولانا جلال‌الدین بلخی، شناخت عمیق‌تر شخصیت و آثار این شاعر توانا و تشویق آثار او در تکامل مفکوری ملی و جهانبینی جامعه می باشد. گزارش موجود در دوبای و اعظم شریفوف برای برنامه اطلاعاتی اخبار.